سلام به همه. خوش اومدیم به جلسه دوم از ویدیوی آموزشی پایتون. من شایان هستم و به کانال خودتون خوش اومدیم. قبل از اینکه شروع کنیم بحث این جلسه رو، خوشحال میشم کانال رو دنبال کنین، نظراتتون رو داخل دیدگاه برای من بنویسین و لایک یادتون نره و زنگوله کنار سابسکرایب یا دنبال کردن رو هم یادتون نره که تا من ویدیو گذاشتم زودتر از بقیه متوجه بشین و بیاین ویدیوی من رو ببینین. ممنون از همگی. باز قبل از اینکه حالا وارد بحث بشیم، من داخل توضیحات لینک کانال تلگرام و گروه تلگرام رو میذارم، اونجا هم جوین بشین، خوشحال میشم. ویدیو رو هم به دوستان و آشناهایتون که دوست دارم ویدیوهای آموزشی برنامه نویسی ببینن معرفی کنید که بیان ویدیوهای من رو ببینن. ممنون. خب توی جلسه دوم میخوایم در مورد حوزه های کاری که برنامه نویسی داره توی برنامه نویسی بحث کنیم. همونطوری که میدونیم دیدیم که اگه ما برنامه نویسی رو یاد بگیریم یا با توجه به حوزه هایی که حالا میتونیم توشون فعالیت بکنیم چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که توی این دوره حالا اولش بررسی میکنیم این حوزه ها رو، این راهنمایی ها رو میدیم و بعد از این راهنمایی ها کم کم شروع میکنیم به کار کردن با زبان برنامه نویسی پایتون و واقعا وارد پایتون میشیم. خب میخوایم با همدیگه اولش ببینیم که برنامه نویسی چه حوزه هایی داره و ما اگه برنامه نویسی رو یاد بگیریم چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم و برای چه چیزهایی میتونیم برنامه بنویسیم. در واقع اول از همه میتونیم برای وب برنامه بنویسیم. حالا وب چیه؟ وب همون وبسایت هستش که سایت هایی که ما توی اینترنت میبینیم رو حالا از جمله حالا گوگل یا هر سایت که داخل اینترنت ما میبینیم و موجود هست ما بهشون میگیم وب. دومین چیزی که میتونیم براش برنامه نویسی انجام بدیم برنامه نویسی موبایل هست که اندروید میتونه باشه یا آی او اس. سومین چیز برای دسکتاپه یا همین کامپیوترهایی که حالا موجود هستن، برای اینا هم میتونیم برنامه نویسی کنیم. مورد بعدی البته بازی سازیه که ما اگه برنامه نویسی رو یاد بگیریم میتونیم یه بازی هم تولید بکنیم، حالا چه برای موبایل چه برای کامپیوتر. مورد بعدی برنامه نویسی که وجود داره برای ریز پردازنده ها هست و مورد بعدیمون برنامه نویسی قاعدتا هوش مصنوعیه که حالا الان داره میاد و پررنگ داره میشه و داره در حال پیشرفت است. و مورد آخری که حالا توی اسلاید میبینین برنامه نویسی بلاکچینه. یعنی ما اگه مبانی برنامه نویسی رو بیایم یاد بگیریم میتونیم توی یکی از این حوزه ها که معرفی شد، وب، موبایل، دسکتاپ، بازیسازی، بلاکچین، بیایم وارد بشیم و به صورت حالا تخصصی تر اون رو دنبال بکنیم تا توی حالا یکی از این حوزه ها به یک متخصص تبدیل بشیم و وارد بازار کار بشیم. اگه ما بخوایم برنامه نویسی وب بشیم دو حالت داره.
یکی بکنده، یکی هم فرانتنده. بکند در واقع کد هایی هستش که ما برای اون برنامهمون داریم می نویسیم. مثلا حالا من تو حوزه بازیشو میگم، یه سری کد ها هست که برنامه نویس ها میان برای اون بازی، میان اون کدا رو می نویسن و اون بازی میاد بالا و ران میشه. حالا فرانتند چیه؟ فرانتند اون چیزی هستش که ما داریم میبینیمش، یعنی داریم بالاخره رابط کاربری رو داریم میبینیم، رو گوشی داریم تجربهش میکنیم و داریم باهاش بازی میکنیم، به این میگم فرانتند. حالا با برنامه نویسی فرانتند میتونیم توی برنامه نویسی فرانتند میتونیم هر چیزی که توی یک وبسایت هست، خب قاعدتا همونی که گفتم میبینیمش، داریم میبینیم. بکند، فرانتند ببخشید، فرانتند میبینیم. حالا با استفاده از برنامه نویسی فرانتند به وجود اومده به ما نوعی میتونیم بگیم که ظاهر فعلی سایت هایی که داریم میبینیم کاملا با برنامه نویسی فرانتند نوشته میشن، که در واقع خب ما داریم میبینیمشون اون سایت ها رو، برای همین بهشون میگیم فرانت اندی دارن انجام میشن. که زبانهای اصلی توی برنامه نویسی فرانت اند رو میتونیم بگیم که شامل HTML، CSS، جاوا اسکریپت و چیزهای دیگه. تو حوزه بکندم که بهش میاد سمت سرور، کلیه فرایندهاییه که پشت صحنه انجام میشه، همونطوری که گفتم بهتون. حالا یعنی چی؟ یعنی فرض کنید یه فرم ثبت نامی بهمون میدن و ما باید اینو پرش کنیم به صورت حالا آنلاین. یه سری داده از ما میگیره، زمانی که حالا ما روی گزینه ثبت نام کلیک میکنیم چه اتفاقی داره میفته توی اون سیستم؟ اون فرمی که ما داریم پر میکنیم داده هاش میره و توی سرور، توی یه دیتابیسی ذخیره میشه که بار بعدی ما وارد سایت شدیم شناسایی بشیم و حالا اجازه بده وارد اون سایت مربوطه بشیم. اینجور برنامه نویسی رو میگم برنامه نویسی بکند یا سمت سرور. حالا یه سری زبانهای اصلی هستن که توی این حوزه برنامه نویسی بکند وجود داره، مثل پایتون، جاوا اسکریپت، PHP و زبانهای دیگه مثل جاوا و روبی و غیره و غیره که میتونیم ازشون استفاده بکنیم. اگه بخوایم حوزه کاری موبایل رو انتخاب بکنیم، دو راه برای وارد شدن به این حوزه وجود داره که برنامه نویسی اندروید، یکی iOS. اگه اندروید رو بخوایم وارد بشیم، دقیقا حالا دوره که تو آینده اگر علاقه من واقعا باشین و به من پیشنهاد بدین که توی دیدگاه ها نظرات زیاد باشه که آره دوره اندروید رو درست کن، اینو میذارم و آموزش میدیم که حالا توی اگه بخوایم این دوره رو انجام بدیم با زبانهای جاوا و کاتلین هم این کار رو انجام میشه که کاتلین الان چند سالی هست اومده بالا و خیلی هم خوب داره پیشرفت میکنه و خیلی هم کاراییش بیشتره. اگه این زبان ها رو بیایم یاد بگیریم میتونیم برای تمامی موبایل های اندرویدی، فقط برای iOS نه، برای اندرویدی بیایم برنامه نویسی کنیم و همینطور که میدونیم 80% کاربرایی که وجود دارن الان
گوشی های اندرویدی توی ایران دارم و یک کافه بازار توی ایران وجود داره که حدود 50 میلیون نصب داره توش اتفاق میفته و ما برنامه‌ای که می‌نویسیم رو میتونیم داخل این کافه بازار انتشارش بدیم که حالا اگر میگم بازم علاقه‌مند هستین داخل دیدگاه به من بگیم و حتما با هم دیگه بریم جلو و خوشحال میشم که از من حمایت کنیم و که بتونیم بریم جلو و پیج پیشرفت کنه و من کامنت های قشنگ رو بگیرم ازت. حالا میتونیم یه حوزه دیگه ای هم وارد بشیم، حوزه iOS که با استفاده از زبان سویفت انجام میشه. برای کاربرایی که از موبایل های iOS استفاده میکنن بیایم یک مقداری بیایم کد بنویسیم و داخل حالا بازار اپ استور در واقع بیایم اینو انتشار بدیم که البته در حال حاضر توی ایران یک مقداری بازارش کمتر شده به این علته که شرکت اپل حالا ایران رو تحریم کرده و ما برنامه هایی که برای iOS می نویسیم به سختی میتونیم توی مارکت اپل که همون اپ استور هست قرار بدیم. حالا اگه بخوایم برای دسکتاپ برنامه بنویسیم میتونیم برای ویندوز برنامه بنویسیم، مک و لینوکس که یکی از بهترین زبان ها برای این حوزه زبان سی شارپ هست که باز زبان سی شارپ رو ما آموزش میدیم. بازم به درخواست شما میتونه اول سی شارپ آموزش داده بشه یا حالا اندروید. من کامنت ها رو میخونم و پاسخ میدم به همشون و خوشحال میشم که بر من دیدگاه بنویسید. حالا میتونیم وارد حوزه بازی سازی هم بشیم، هم برای موبایل، هم برای دسکتاپ، هم برای کنسول های بازی میتونیم بازی بیایم تولید کنیم که با موتورهای بازی سازی مثل یونیتی، مثل آنریلی آنچین و غیره میتونیم این کار رو انجام بدیم که موتور بازی سازی یونیتی یه موتور بسیار خفن و جذابه که هم برای موبایل هم برای دسکتاپ میتونیم باش بازی تولید بکنیم و زبانی که نیاز داره زبان سی شارپ هست. زبان سی شارپ در واقع خیلی قدرت های بسیاری داره و خیلی کارهای زیادی رو میتونیم باهاش انجام بدیم. ببخشید این توپق هنوز درست نشده و حالا کم کم میام بریم جلوتر. این توپق دیگه آروم آروم میره کنار. حالا میتونیم ریز پردازنده و میکروکنترلرهای AVR رو باهاش برنامه نویسی بکنیم که نیاز به زبانهای C داره، اسمبلی داره و چیزایی. میتونیم وارد حوزه هوش مصنوعی اصلا بشیم. هوش مصنوعی توی همه پلتفرم ها میتونه کاربرد داشته باشه که اصلی ترین زبانی که در حال حاضر برای هوش مصنوعی وجود داره و استفاده میشه همین زبان پایتونه. پایتون در واقع ما چرا اصلا پایتون انتخاب کردیم؟ هم زبان برنامه نویسی پایتون خیلی کوتاهه و ما میتونیم خیلی راحت کدامون رو بنویسیم داخلش. حالا جلوتر این مباحث تموم بشه جلوتر میبینید این که چجوری کار میکنه. اصلا ما همین صحبت هایی که من دارم الان با شما میکنم میتونیم به صورت نوشتاری و انگلیسی براش بنویسیم و اون براتون اجرا کنیم. خیلی زبان جالبیه. حالا به این علت حالا پایتون داره توی هوش مصنوعی استفاده میشه که یه عالمه کتابخانه‌های خفن توش هست
که باهاش میتونیم به سادگی هوش مصنوعی رو پیاده سازی بکنیم و از این هوش مصنوعی هم میشه توی بازی استفاده کرد، مثل بازی فوتبال که ما با کامپیوتر در واقع بازی میکنیم یک هوش مصنوعی داره با ما بازی میکنه. یا مثلا ساختارهای درخت تصمیم که توی سرورها هستش، یا بحث همون ماشین لرنینگ، همه اینها از طریق حوزه هوش مصنوعی قابل دسترسی هستن. و برنامه‌نویسی بلاکچین هم که اگه ما بریم سمتش میتونیم تو حوزه‌های ارز دیجیتال، قراردادهای هوشمند، داده‌های غیر متمرکز وارد بشیم که باز هم با زبان‌های برنامه‌نویسی C++، سالیدیتی، جاوا و یه سری دیگه از زبان‌ها میتونیم برای بلاکچین هم برنامه بنویسیم. توی این حوزه‌هایی که معرفی شدش توی ایران، حالا برنامه نویسی وب و موبایل بسیار پرکار برده و رو بورس هستن که باز میگم توی آموزش‌های جلوتر بعد از پایتون یا اندروید یا سی شارپ که یاد میدیم، که سی شارپ برنامه نویسی وب هم انجام میده، یعنی مقادر هست که انجام بده داخلش. اون برنامه نویسی موبایل رو یاد میگیریم، بعد سی شارپ رو یاد میگیریم. اگر حالا علاقه داشتیم وب هم میتونیم بریم سمتش رو یاد بگیریم و بهتون آموزش بدم در واقع. و اگه ما برنامه نویسی وب یا برنامه نویسی موبایل رو یاد بگیریم توی ایران حالا بیکار نمیمونیم، واقعا برامون یه عالمه کار وجود داره و برنامه نویسی دسکتاپ بیشتر برای برنامه های سازمانی کاربرد داره، مثلا برنامه های مدیریت مالی یا برنامه هایی که مثلا روی این فروشگاه های زنجیره‌ای نصب شدن و از اینجور کارها میتونیم انجام بدیم. حالا ما من که داشتم نگاه میکردم توی یه سری از این سایت های کاریابیم، حتی دورکاری و حضوری خیلی برنامه نویس زیاد میخوان، چون فعلا اونچنان بحث برنامه نویسی خبره توش وجود نداره. هست، نمیگم نیستش، ولی خیلی کم وجود داره که خیلی خبره هستن و واسه همین شرکت ها دوست دارم افراد زیادتری اضافه بشن به شرکتشون و شرکتشون پیشرفت کنه. حالا این از این میخواستم اینو بهتون بگم که خیلی اندروید، حالا برنامه نویسی های دیگه خیلی پرمتوازی هستن، یعنی کلا برنامه نویسی، زبان های برنامه نویسی رو زیاد میخوان. بازی سازی هم اگه ما یه تیمی داشته باشیم تو بحث بازی سازی، ما باید یه تیم داشته باشیم دیگه، چون بازی سازی هم تیم نرم افزاری نیاز داره، هم یک تیم تخصصی گرافیک نیاز داره دیگه. و میتونیم با استفاده از این تیمی که حالا گفتیم، تیم نرم افزاری و تیم تخصصی گرافیک، وارد حوزه بازی سازی بشیم و بسیار بسیار جای کار داره که حالا توی ایران و میتونیم بسیار ازش کسب درآمد کنیم. یعنی توی ایران داره پیشرفت میکنه و میتونه به یه جاهای خیلی عالی برسه. توی حوزه ریز پردازنده هم مثلا میتونیم میکروکنترلرهای AVR رو برنامه نویسی بکنیم که اون هم بازار مخصوص خودش رو داره. هوش مصنوعی هم که داخل ایران بسیار رو به رشد هستش، همونطوری که گفتم هوش مصنوعی داره پیشرفت میکنه، تازه وارد ایران شده و دارن روش مانور میدن توی ایران و خیلی هم بحث جالبیه و خودم هم علاقه خیلی خوبی به هوش مصنوعی دارم. برنامه‌نویسیش داره رشد میکنه، اگه وارد این حوزه بخوایم وارد بشیم تازه اینم حوزه خوبی میتونه باشه
و بلاکچین هم که آینده داره و یه جورایی دیگه دنیا دارن میرن به سمت بلاکچین. چرا؟ بلاکچین در واقع میاد اون امنیت رو تأمین میکنه برای کاربران، برای همین داره میرن به سمت بلاکچین و میتونیم وارد این حوزه بشیم و توی این حوزه متخصص بشیم و ازش کسب درآمد کنیم. توی این حوزه هایی که حالا معرفی شد میتونیم یه حوزه رو انتخاب کنیم و مشغول به کار بشیم. حالا پیشنهادی که من دارم میتونه همون برنامه‌نویسی وب باشه و موبایل، به خاطر اینکه حالا توی ایران بسیار متوازی داره و خوب توی این دوره و خب قاعدتا توی دوره‌های آینده هم معرفیش میکنیم. حالا من میخواستم یه پیشنهاد دیگه ای رو بدم. حالا میگین که چرا دارم معرفی میکنم بخش اندروید و اینا رو، چون میگم یکی از این اهداف این کانال اینه که زبانهای برنامه نویسی رو یاد بگیریم. اولش پایتونه، بعدش سی شارپ یا اندروید، حالا بستگی به شما داره. واسه همینه که من دارم اندرویدم میارم، میگم که خب اندروید بهتره، چون توی این دوره ها میخوایم معرفیش بکنیم، بهتره از الان معرفیش کنیم که تو آینده اوکی باشه، یعنی معرفی شده باشه بهشون. که حالا با زبانهای میگم چون جدید کاتلین وارد شده، با ما توی این دوره بخوایم یعنی ویدیوهاش شروع به ضبط شدن بشه، با زبان برنامه نویسی جاوا و کاتلین انجام میدیم. حالا یه پیشنهاد دیگه، ما قاعدتا نباید بیایم هی از این حوزه به اون حوزه یا از این شاخه به اون شاخه کنیم. اصلا یعنی چی از این شاخه به اون شاخه کردم؟ یعنی اینکه من بیام زبان برنامه‌نویسی اندروید رو یاد بگیرم، بیام مثلا 3 ماه در موردش آموزش ببینم و بپرم روی پایتون. اصلا این روش خوبی نیست. چرا؟ چون ما سردرگم میشیم و اصلا دل زده میشیم از اون آموزش حالا برنامه نویسی که داریم انجام میدیم و آخرش اصلا میگیم ولش کن بابا، من اصلا دیگه سمت برنامه نویسی نمیرم. و آره دیگه اینجوری. پس پیشنهاد من اینه که یه حوزه رو قشنگ یاد بگیرین تا تهش برید، متخصص که شدید باهاش حالا چند تا برنامه بنویسید، بعد ولش نکنید، با همون کاری با همون روشی که پیش میرفتید جلو برید و حالا اگه خواستین میتونین بریم مثلا سی شارپ رو چون اینجوری وقتی که شما یه زبان برنامه نویسی رو یاد بگیرین یه زبان پایتون میشه، مثل انگلیسیه که زبان پایتونه و وقتی که شیفت پیدا میکنه به زبانهای دیگه راحت تر آموزشش میبینین. چون مثلا زبان برنامه نویسی پایتون یه خط شما دستور رو معرفی میکنی، میگی که پرینت x مثلا مساوی با 1. حالا جلوتر بهش میرسیم و آموزشش رو میدیم. مساوی با 1 تو سی شارپ همینه، فقط با یه شکل دیگه. پس شما زبان برنامه نویسی رو یاد بگیرین خیلی راحت میتونین شیفت کنیم به برنامه نویسی سی شارپ، حالا اندروید و چیزهای دیگه. خب فکر کنم زمان ویدیو هم زیاد شد. امیدوارم این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه و تونسته باشم که مطالب و واضح بهتون توضیح بدم.
باز حالا اگه سوالی داشتید داخل دیدگاه ها برای من بنویسید، من حتما جواب میدم، همه دیدگاه ها رو میخونم. اگر دسترسی حالا سخت بود میخواستیم بیشتر در ارتباط باشیم، میگم لینک های تلگرام، کانال تلگرام و گروه تلگرام رو زیر ویدیو میذارم که اونجا هم جوین بشین. چون توی تلگرام مثلا یه سری ویدیوهای کوتاه میذارم، مثلا الان از جلسه دوممون یه قسمت رو یعنی حالا یا اشتباه رفتم یا اینکه اینترنت یاری نمیکرد. الان ویدیوش حالا گذاشته شده که این ویدیو رو داریم میبینید داخل کانال تلگرام. اینا رو من داخل آپارات هم نمیذارم. حالا باز میتونید پیشنهاد بهم بدین که داخل آپارات اینا رو بذارم یا نه. آره، اونجا میذارم. خوشحال میشم که کانال و گروه تلگرامم رو هم جوین شین و دیگه حرفی باقی نمیمونه. خوشحال میشم که این ویدیو رو شیر کنیم با دوستان و آشنایانتون که علاقه من به یادگیری زبانهای برنامه نویسی دارن و حالا دنبال کردن یادتون نره، زنگوله بغل کانال یادتون نره که اولین نفر باشین که میان ویدیو منو میبینین. نظر هم یادتون نره برای من بنویسین، خوشحال میشم. لایک هم یادتون نره. پس تا یه ویدیوی دیگه، تا یه جمعه دیگه. اینم بهتون بگم آخر ویدیو هم هست، حالا باید اول ویدیو میگفتم یا جلسه اول میگفتم در واقع. ما ویدیو هامون جمعه ها هست، فقط جمعه ها من ویدیو آپلود میکنم، به خاطر اینکه حالا وقت داشته باشین برای اون وقت داشته باشیم برای انجام حالا دیدن ویدیوها. و وقتی که من یه سری تمرین گذاشتم، چون تو این دوره احتمالا یه مقدار تمرینم بذاریم که حالا برای یادگیری خودت بتونین انجام بدیم و وقت داشته باشین تا جمعه بعدی. پس ویدیوهامون جمعه است و دیدارمون هم جمعه هاست. پس خوشحال میشم که جمعه خواهم به این کانال بیاین و ویدیوتون رو ببینیم و محتوای دوست داشتنیتون رو ببینیم و لذت ببریم و یه چیزی یاد بگیریم. خب بازم میگم خوشحال شدم ویدیوی من رو دیدین تا اینجا. پس تا یه جمعه دیگه، تا یه ویدیو دیگه، خدا یار و نگهدار.